بعد از اینکه ما با کلونر اومدیم آبجکت هامون رو با هر الگویی که حالا مد نظرم بود تکثیر کردیم، وارد بخشی خواهیم شد تحت عنوان افکتورز. یعنی به مهمترین بخش حالا این اسکریپت بخش افکتورزه. افکتورز حالتهای مختلف موشن رو برامون ایجاد میکنه. وقتی که شما افکتورزی میدید تعیین میکنید که پوزیشن، اسکیل، روتیشن، اوپاسیتی و حالا یه سری پارامترهای دیگه یک لایه چه اتفاقی براشون بیفته و بعد یک محدوده فالاف براش تعریف میکنه که تو چه دامنه ای این افکت ها اعمال بشن. من این کلونر رو انتخاب میکنم که این فعلا این سیرکل هایی که داریم اینجا قرار بگیره. هیچ چیزی تحت عنوان افکتورز اینجا وجود نداره، فقط اینجا لینیر کلونر هم هستش. حالا من این رو انتخاب میکنم و اد افکتور رو میزنم. افکتور من تحت عنوان پلین افکتور اینجا اضافه شده. حالا دقت کنید که تو این پالت وقتی که شما افکتور رو اضافه میکنید حالا تنظیمات افکتور در این زیر قرار میگیره. حالتهای مختلف افکتور رو خواهید داشت. پلین یک حالت خطی بهتون میده، استپ مرحله هستش، رندومایز، لیر از یک لایه تبعیت میکنه، پالس باز یک نوع حالت نویز داره، ویگل و نویز هم که حالت مختلف نویز رو دارن. از پلین شروع میکنم و یه دونه افکتور اینجا اد شده. من همینجا میتونم این نگاتیو رو بزنم، افکتورم رو از بین ببرم و میتونم دوباره هر چند تا که میخوام افکتور اد کنم، هی افکتور اد بشه و بعد بیم حالتش رو عوض کنم. فعلا من با یه دونه افکتور کارم رو شروع میکنم که اون افکتور پلین هستش. افکتور پلینم رو اینجا دارم، نوعش حالت پلین شده. توی پراپرتی میتونم بگم بر اساس پوزیشن این کار رو انجام بده، میتونم بگم بر اساس اسکیل این اتفاق بیفته، روتیشن رو خواهم داشت، اورینتیشن رو خواهم داشت، آنکر پوینت رو دارم اینجا اوپاسیتی، کالر و در نهایت هم تایم. یعنی همه اینها رو میتونم به بخش افکتور اختصاص بدم. فرض کنید من اسکیل رو فعلا فعال میکنم، یعنی بر اساس اسکیل میخوام این اتفاق ایجاد بشه. اینجا برای افکتور پلین اسکیل رو فعال کردم و حالا اینجا میتونم اسکیلم رو تعریف کنم. مثلا اسکیلم رو میذارم -100، -10 میذارم یا -90 میذارم که خیلی ریز بشن ولی وجود داشته باشه. محور زدم که دیگه نداره. وقتی که افکتور اعمال شده همه اینا رو کوچیک کرده. توی افکتور ستینگز من میتونم درصد اثرگذاری رو کنترل کنم. 100% اثر بذاره یا اصلا اثر نذاره. اما نکته که خیلی مهمه اینه که وقتی افکتور رو انتخاب میکنید فالاف بهتون میده. فالاف طیف اثرگذاریتونه که به صورت خطی، به صورت کاملا مدور و به صورت کروی میتونید این کار رو انجام بده. من لینیر رو فعال میکنم و این لینیر اینجا فعال شده. حالا اگر من بیام این تنظیمات فالافم رو کنترل کنم، مثل این سایزی که اینجا دارید میبینید و اینجا هم خود محدود فالافه که میتونه اصلا این طیف حالا تدریجیش رو کنترل کنید و در نهایت هم زاویه میتونید بهش بدید. اگر من پوزیشن همین فالافی که اینجا قرار گرفته رو جابجا کنم اتفاق خواهد افتاد. همه اینا از صفر از اون اسکیل مثلا اثرگذاری که داشتن به این ترتیب میتونن تغییر پیدا کنن و به همین راحتی من میتونم این موشنام رو ایجاد کنم. فرض کنید من میام تو همین افکتوری که اینجا هستش پوزیشن رو هم بهش اضافه میکنم و میام تو تنظیمات خود این افکتوری که اینجا وجود داره، یعنی این افکتور من هستش، تو بخش پوزیشن میگم به سمت پایینم حرکت کنم. حالا اگر من این کلونرم رو جابجا کنم این اتفاق خواهد افتاد. این افکتورم رو یا فالافم رو جابجا کنم، اینها از پایین به سمت بالا میان و اسکیلشون رو هم کاملا به دست میارن. میتونم بیام حالا این افکتور رو کلا پاکش کنم، از بیس دوباره شروع کنم، بگم که یه دونه افکتور پلین میخوام، اسکیل و اوپاسیتی، دو تا پارامتر رو فعال کنم، بگم که همه اینا بزرگ بشن، میذارمشون 1000 1000
و 1000. حالا اون محور آخر که مهم نیست. اوپاسیتی رو هم میتونم اینجا کم کنم، میذارم منفی 100. یعنی به عبارتی الان هیچ آبجکتی دیده نمیشه. الان اگر من یه دونه فالاف لینیر براش تعریف کنم، ما یک همچین موشن رو میتونیم داشته باشیم. اول من سایز فالافم رو کمی بزرگ میکنم و حالا فالافم رو تغییر میدم. به محض که این از روی آبجکتم عبور میکنه، شروع میکنه اینا رو در جای خودشون با اوپاسیتی خودشون قرار دادن. همین کار رو من برای باقی موضوعاتم میتونم انجام بدم. یعنی برای این تکست هم این کار انجام میدم. میام یه دونه افکتور از نوع پلین در نظر میگیرم، یا فالاف در نوع لینیر در نظر میگیرم و میگم که اسکیل و دوباره اوپاسیتیشون عوض بشه. میام تو تنظیمات اسکیل رو زیاد میکنم، میذارم همون 1000 و اوپاسیتی هم میذارم منفی 100. حالا اگر من این کلونرم رو، یعنی این فالاف این افکتورم رو جابجا کنم، میتونید این اتفاق رو شما ببینید. جدا از اینها من میتونم پوزیشن رو اد کنم و بعد بیام تو تنظیمات پوزیشن محور وای رو در نظر بگیرم. میتونم روتیشن رو اد کنم و بیام تو تنظیمات روتیشن براش چرخش رو تو هر محوری که حالا جایز هست در نظر بگیرم. یک همچین اتفاقی رو ما بتونیم اینجا ایجاد کنیم. حالا اگر این حرکت کنه، یه اتفاق این چنینی رو شما میتونید برای کانتنتاتون داشته باشید. حالا من این رو در حالت کلاستر گذاشتم و به این شکل چیده شده. اگر در حالت رادیال بذارم، کاملا کروی چیده میشه که این من همون 14 تا کپی رو در نظر بگیرم که کل کاراکترام رو کامل کنه. یه خورده شعاش رو زیاد میکنم و کمی هم اندش رو تغییر میدم که خیلی به ابتدای خودش نچسبه. حالا اگر من اینو تغییر بدم، این اتفاق شما میتونید اینجا ببینید. یعنی عملا از روی هر کاراکتری که عبور کنه، اون رو میتونه با اون موشنی که براش در نظر گرفتیم به جای خودش برگردونه. خب خیلی کارهای جذاب و جالبی رو میتونیم اینجا انجام بدیم و ازش استفاده کنیم. کرو نوع ایزینگ رو تعریف میکنه. من حالتهای مختلفی رو دارم. میتونم مثلا حالا این رو تغییرش بدم و این نحوه اثرگذاریش رو میتونه نسبت به بقیه کاراکترها تغییر بده. تو افکتور پلین ما حتی میتونم روی کالر هم کار کنم. اگه من کالر رو اکتیو کنم، میتونم تو تنظیمات کالرم بیام همه رو به یک رنگ خاصی نزدیک کنم. مثلا همه رو به رنگ سیاه نزدیک کنم. و الان اگر من بیام برای این فالاف در نظر بگیرم، به این شکل میتونم این رو کنترلش کنم. همه به رنگ سیاه، کم کم به رنگ خودشون برمیگردن. اگر فالافم رو از حالت لینیر و حالت رادیال در بیارم، به صورت کاملا دایره این اتفاق خواهد افتاد. یعنی یک شعاعی به من خواهد داد که تو این شعاع این اثرگذار خواهد بود یا اثرگذار نیست، که باز این میزان فالافش رو هم میتونم اینجا کنترل کنم. هر جایی که این دایره روش قرار بگیره، تو اون محدوده این افکت اعمال خواهد شد که حالا این افکت رنگ سیاه رو اعمال کرده. پس به همین راحتی میتونید موشن های خیلی خوب و جذابی رو بسازید و المان ها رو با هم دیگه ترکیب کنید. این در مورد افکتور پلین که خب خیلی افکتور راحتی هم بود. من این رو بر روی بقیه موشن ها برمیدارم. این رو هم در همون کلاستر میذارم که خیلی تفاوتی نداشته باشه و افکتور این رو هم ریموو میکنم. اما افکتور بعدی که اینجا میتونیم ازش استفاده کنیم، افکتور هستش تحت عنوان استپ. توی افکتور استپ من باز با اسکیل براتون مثال میزنم. وقتی که من اسکیل بهش میدم، به ترتیب این اتفاق رو ایجاد میکنه. یعنی اولا از اول تا آخر این مراحل رو طی میکنه. حالا اگر فالاف بهش بدید، تو محدوده فالافتون این اتفاق خواهد افتاد. یعنی عملا
از اولی تا آخری و محدود اسکیلی که براش در نظر گرفتید رو اعمال میکنه. ببینید الان به این شکل دارید شما میبینید اگر از روش عبور کنه دیگه ما این اتفاق رو نخواهیم داشت، ولی اگر هیچ افکتوری روش هیچ فالافی روش نباشه شما میبینید که تو حالت استپ از اولین تا آخرین شیپی که دارید ما اون افکت رو خواهیم داشت. افکتور بعدی که داریم افکتور است به نام رندوم که رندومایز میاد، پارامترهایی که بهش میدیم رو تغییر میده. من با پوزیشن مثال میزنم که خیلی اتفاق جالبی رو ایجاد میکنه. پوزیشن رو اد میکنم، میام اینجا تو پوزیشن میام که رندومایز جای اینا رو عوض کنم. به این شکل. حالا اگر یه دونه فالاف براش بذارم که از نوع همون لینیر باشه، میتونم با جابجایی این یک سری اشکال معلق در هوا رو بیارم در جای خودشون قرار بدم. شاید حالا تو نگاه اول احساس کنید که همین کار رو با تکس ها میتونستین انجام بدید، ولی واقعیت امر اینه که ما اینجا با شیپ لیر کار داریم. یعنی شما میتونید برای موشن گرافیکتون یک سری ساختمون بسازید و همه رو بگید یهو اسکیل بشن به سمت بالا حرکت کنن، کروش رو عوض کنن و نوع فرمی که بهش میده رو کاملا متفاوت بتونید ببینید. من میتونم بیام غیر از حالا پوزیشن به بخش دیگه هم بهش رندوم بدم. مثلا من کالر رو در نظر میگیرم. ببینید به این شکل رنگ های رندوم برش در نظر گرفته. اگر من توی کالر بیام و یک رنگ دیگه رو در نظر بگیرم، بین این دو تا رنگ رندومایز شده که اگر از روی اینا عبور کنی اینا رو به رنگ اصلی خودشون برمیگردونه. حالا من نباید اینجا آبی انتخاب میکردم چون آبی رو داشتیم. به این صورت بین این دو تا رنگ داره رندوم تغییر پیدا میکنه که اگر این از روشون عبور کنه اینا رو به رنگ اصلی خودشون برمیگردونه و ازش میتونیم به این شکل استفاده کنیم. خب غیر از افکتور رندوم ما لیر رو خواهیم داشت که یک لایه رو براش در نظر میگیریم به عنوان حالا الگوی رندومایزمون. الان اگه دقت کنه لیر سورس من کلون 2 هستش. من یه دونه سالید میارم یا یه دونه شیپ میارم، فرقی نمیکنه. بهش فیل کالر میدم، استروکم برمیدارم. اول از همه به این افکتورم میگم بیاد روی اسکیل اثر بذار و اسکیلشون رو میام میکنمش منفی 90 منفی 90. حالا توی تنظیماتی که براش در نظر گرفته شده میام این شیپم رو به عنوان الگوی اثرگذاری در نظر میگیرم. یعنی الان اگه من آخر اپاسیتی رو کم کنم، هر جایی که این شیپ قرار بگیره اون اسکیل اعمال خواهد شد. یعنی شما عملا میتونید با قرار دادن یک شیپی که خودتون در موشن گرافیک براش در نظر گرفتید بیاید این کار رو انجام بدید. من این رو به عنوان پایین ترین لایه میبرم و اپاسیتیش رو هم زیاد میکنم. هر جایی که این لایه قرار بگیره میبینید که ما اون اسکیل رو خواهیم داشت و به این ترتیب میتونیم اینا رو کنترل کنیم. فالاف نداره، میتونم اینجا بهش فالاف بدم و بر اساس اون طیفی که حالا من درش در نظر میگیرم این لایه اثرگذار بشه. دقت کنید اینجا اثرگذار بودن یا نبودنش رو میتونم کنترل کنم. ولی خب به طب اگر فالاف نذارید قشنگ از رو خود شیپ داره تبعیت میکنه و نیازی به اتفاقات دیگه هم نیست و اینجا هم ویت یا شدت اثرگذاریش رو میتونیم اینجا کنترل کنیم و به همین راحتی با جابجایی این شیپ که الان من اینجا در نظر گرفتمش میتونم محدوده‌ای که میخوام افکت روش اعمال بشه رو تعیین کنم و ازش استفاده کنم. خب
من این رو هم پاک میکنم و افکتور بعدی رو خدمتتون معرفی میکنم. پالس رو خواهیم داشت که من برای اسکیل در نظر میگیرم. این رو تغییر نمیدم، فقط تو محور وای این کار انجام میدم. همونطور که مشاهده میکنید پالس یک موشن رو خودش خواهد داشت، یعنی یک ریتم کاملا تکرار شونده رو داره که ازش میتونیم استفاده کنیم. به اضافه که حالا اگر من به این فالاف بدم، خب خیلی اتفاق قشنگتری خواهد شد، چون فقط تو اون محدوده‌ای که فالاف در نظر گرفته از اینجا به این ور اعمال میشه ولی این ور اعمال نخواهد شد، که حالا ترکیب اینا با هم دیگه میتونه فرمای خیلی خوبی رو تو بحث موشن گرافیک براتون ایجاد کنه. باز عرضم اینه که ما داریم روی سری شیپ این کار رو انجام میدیم و به راحتی میتونیم اتفاقات خیلی جذاب و خوبی رو داشته باشیم. خب من این پالس رو در حالت ویگل میذارم که کاملا رندومایزه و حالا هر افکتی که بهش میدید، من اینجا باز اسکیل رو فعال کردم، این اسکیل رو تغییرش میدم و نتیجه رو میتونید به این شکل ببینید که رندومایز اینها شروع میکنن تغییر پیدا کردن. پالس یک فرم سینوسی داشته ولی اینجا توی ویگل ما میبینیم که به صورت کاملا رندومایز اینها دارن تغییر پیدا میکنن و فرم‌های خوبی رو میتونن برای ما بسازن. و آخرین چیزی که ما اینجا داریم نویز هستش که نویز هم باز یک نوع الگوی رندوم هستش، با این تفاوت که ترکیبی از ویگل و پالس هستش. به عبارتی هی داره این یک الگو یا یک مپی رو که به عبارتی فرض کنید، من اگه بخوام یک مثال ساده براتون بزنم که چه کاری داره انجام میده، شما فرض کنید به یه دونه لایتون فرکتال نویز دادید با یک سایز بزرگ، حالا من یه خورده کنترستش بیشتر میکنم که بهتون نشون بدم که چه اتفاقی داره میفته. انگار شما این پارامتر رو تغییر دارید میدید. نویز عملا داره این کار براتون انجام میده و هر جایی که مثلا سفید هستش بیشترین اثرگذاری افکتور و هر جایی که سیاه هستش کمترین اثرگذاری افکتورز رو شما دارید مشاهده میکنید و این نتیجه رو اینجا دارید میبینید که میتونه فرم های خیلی خوبی رو براتون ایجاد کنه و ازش استفاده کنه. پس دیدیم که چقدر خوب میتونیم افکتورها رو با هم دیگه ترکیب کنیم. من میتونم دوباره یک افکتور دیگه اد کنم و به افکتور دوم خودم بگم که تو حالت پلین قرار بگیر، فقط هم بر روی کالر اثر گذار باش و فالاف داشته باش. یه خوردم سایزش رو بزرگ میکنم. ببینید که چقدر راحت ما میتونیم چند تا افکتور رو با هم دیگه ترکیب کنیم و فرمای خیلی خوبی رو تو بحث موشن و موشن گرافیک ایجاد کنیم و هر نتیجه که میخوایم از کارمون بتونیم داشته باشیم. برای اینکه مبحث کلونر رو بتونیم کاملش کنیم، من یک مثال براتون میزنم. من چند تا شیپ لیر آوردم، انتخابشون میکنم و وارد پالت همون شیپ میشم و آنکر پوینتش رو تغییر میدم. آنکر پوینتش رو میذارم اینجا و گزینه ست آنکر رو میذارم که همشون از نقطه پایین آنکر پوینتشون اعمال بشه و میام تو قسمت الاین میگم که از قسمت پایین ستاپ بشن و فواصلشون هم یکسان بشه. حالا کاری که انجام میدم کلونر رو باز میکنم و اد کلونر رو میزنم. برای اینکه اون ترکیبم به هم نریزه لینیر رو در حالت کلاستر میزنم که با همون الگویی که وجود داشته ادامه پیدا کنه و حالا یه دونه افکتور بهش میدم، پلین و اسکیل رو فعال میکنم. میام توی اسکیل منفی 100 تا، 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 100
در نظر میگیرم و یه دونه فالاف هم از نوع لینیر براش در نظر میگیرم و میام نوعش رو هم، نوع کروش رو هم سینوسی میکنم که یه خورده فرم بهتری به خودش بگیره و همونطوری که توی خیلی از موشن گرافیک ها شما میبینید، من اگر بیام این رو اینجا قرار بدم، پوزیشنش رو کلید بزنم، بیام کمی جلوتر، میتونم به این شکل المان های موشن گرافیکم رو ظاهر کنم و نیاز به کی فریم زدن دونه دونه المان ها نیست و به همین راحتی میتونم فرم موشن گرافیکم رو بسازم و ازش اون نتیجه که میخوام رو بگیرم و خیلی کار جذاب و جالبی رو با افکتورها میتونید انجام بدید و ازش میتونید استفاده کنید. وقتی که گزینه بیک رو بزنید، اتفاقی که میفته میبینید که با سرعت عمل خیلی بالایی دیگه این پلی میشه، یعنی عملا دیگه هیچ کنترلی بروش ندارید، فقط برای بالا بردن سرعت موشنتونه، ولی اگه آن بیک رو بزنید دوباره برمیگرده به همون حالت قبلی خودش که مجبورید حالا پارامترها رو میخواین کنترل کنید و در نهایت اون نتیجه که میخواین رو بگیرید و دوباره بیک کنید. بیک کردن باعث میشه که سرعت عمل کارتون به شدت بره بالا و راحت‌تر بتونید نتیجه که میخواین رو از کارتون بگیرید.